ما هم فرصت استفاده بردیم که میدونه آیا خیلی صحبت ها دیگر میشوند نمیشوند، خدا خودش داناست. اما به هر وجه صورت من همه شما خواهش دارم انشالله قوم مسجد ما الحمدلله خیلی عالم هم شدیان، عالم هم هستن، متعلم هم هستن، صالح هم هستن، محیب هم هستن. قسم به خدا ما با شما افتخار میکنیم. اگر به شرطی که در هر جای باشید، در هر حالت باشید، اوصیکم بتقوی الله، قبل از همه وصیت میکنم به تقوای خدا، از خدا ترسان باشه. هر کاری را میکنه به خاطر خدا کنه، به هر عمل چنگ میزنه فقط و فقط به خاطر خدا بزنه. و اگر مبادا هر سخنی را شنیده باور نکنی، گپ بسیار میشه و کار بسیار میشه و شما زیرک هستی، به دانا اشارت میگن، تهمت ها زیاد میشه و در حق بعضی برادرها هر چیزی را که شنیده او چیزی را که خودت میدونه به همون عمل کنی، به شنیده بشنو و باور نکن. همین توصیه و وصیت من است در حق شما.